سلام و درود. امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری همه کارت همستر را باز کنید و کارت هایی که مهمن را به یه سطحی ارتقا بدید و سطحش هم بهتون میگم تا چه سطحی باشه خوبه و بیشترین پروفیت هم مثل من داشته باشی و بالاترین سکه را. خب آقا بریم سراغش. اول میان قسمت اسپیکال، کارت هایی که نیو کارت هایی که جدید اومدن ها حتما بگیرید. کارت هایی که جدید اومدن، من هیچ کارتی ندارم چون همیشه گرفتم. بعد آقا میایم این قسمت، کارت هایی که زمان دارن. یکی از اون کارتش اینه که بهترین پروفیت بهتون میده. کارت هایی که زمان دارن رو تا بالاترین حد ممکن ارتقا بدین چون میرن دیگه نمیشه ارتقا بدی. ولی یکی مثل این کارت سمت چپ صفحه آبیه، اینا مثلا میشه بعدم ارتقاش بدی، حالا چه سطحی هم بهتون میگم. و این یکیش. دومیش این که حتما این کلیدا رو بگیرید. مینی گیم 8 ساعت دیگه، ساعت 11 و 12 میاد. اینا حتما مینی گیم کلیدا رو بهتون میده. این کلیدا به دردی میخورن، خیلی هم مهمن، حتما بگیرینشون. کارتایی که مهم نیستن مثل این قسمت اصلا مهم نی. قسمت اول کارت همستید اصلا مهم نی. هیچ کدوم کارتا رو اصلا ارتقا ندید. ببینید که این قسمت تا اینجا رو ارتقا ندید، فقط این ارتقا بدید. این که این پایینه، سمت چپ پایین، فقط همون ارتقا بدید. این یکی این اصلا نگاه 4 میلیون میدید 300 تا دونه پروفیت، 300 تا خیلی. این قسمت ها نگه دارید برای 5 میلیون روزانه که روزانه 3 تا کارت بهتون میگه. اگه حد زدید اون 3 تا کارت ها خریداری کردید 5 میلیون بهتون میده. اینا نگه دارید برای اون حرکت. میریم قسمت دوم، قسمت مارکت. این قسمت هم قبلا اونا که قبلا همست داشتن این دوتا خیلی مهم بود، ولی الان بیشترین پروفیت از کارت اسپیکال میبینیم که خیلی مهمتر از اینا هستن. اینا در حد اونا نیستن، خیلی کمتر اینا پروفیت میدن. اینا رو اصلا ارتقا ندید. میبینید پروفیت ها، اینا رو اصلا ارتقا ندید. اینا میتونید ارتقا بدید، اینا هم خوبه، اینا ارتقا بدید. اینکه این آخره فقط این 2 تا کارت فعلا بوده، یکیش این بوده، یکیش هم تو قسمت مارکت این. میریم توی کشورها، قسمت اینا که کشورن و قاره و اینا. میریم پایین. اینا از اینجا که براتون خط کشیدن، از این خط به پایین همه رو ارتقا بدید. حداقل تا 10 الی 15 بیارینشون. اگه سکادون کمه حداقل تا 5 6 همه این کارتا، نه فقط چند تاشون، همه ایشونا تا 5 و 6. اگه پولادون کمه، سکادون کمه، اگه که سکه دارید تا 10 الی 15. حالا من تا 13 ارتقاشون دادم بس. این قسمت این که تازه اضافه شده به همسته، قسمت جدید، چند تا کارت هم معرفی کرده. قسمت وب تیری، اینم بد نیستن، ولی اینا رو تا 10 حداقل ارتقا بدین کارت را تا یه کمک پروفیتتون بکنه. این کارت را تا 10 ارتقا بدید. و میریم قسمت اسپیکال. بهترین کارت قبلا این کارت بود، 23 میلیون میگرفت، 14 کا پروفیت بهتون میداد. ولی الان شده این 20 میلیون میگیره، 18 کا پروفیت بهتون میده. اینا تا میتونید ارتقا بدید. خیلی خیلی مهمه این کارت. اگر نتونستید این کارت رو بگیرید، حتما همین ارتقا بدید. یکیش اینه این ارتقا بدید. یعنی پایین تر کارت های مهم، این ارتقا بدید، این و این هم همینجور. ولی اینا تا 10 بسته، تا 10 بیشتر اینا ارتقا ندید. اینا رو تا 15 میتونید، تا 10 الی 15. اینم بد نیستش اما خیلی خوب هم نیستش. اگه میخواید میتونید ارتقا بدید، اما زیاد مساویه، زیاد نکنه که به پروفیت کنید نسکه. این است از ویدیو ما. هرچی هم خواستید کامنت ها بهم بگید تا براتون درست کنم و بذارم. لایک و کامنت و ساب یادت نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.